مهاجران توجک از مسکو از جوانمرگ شدن باز یک مهاجر جوان توجک خبر دادند و از همه خواهش دارند که درق ظهورالدین فردوسوف زاده دهه پشت قرغان جماعت موغیان شهر پنجکین که در سن همگی 36 شهید شد دعا کنید. ظهورالدین فردوسوف که در روسیه در ساختمان کار میکرد روز 23 مای در شهر مسکو در وقت اجرای کارهای ساختمانی از قبت دویم بنا به زمین افتاده در جای حادثه جان باخته است. ظهورالدین 36 سال داشت و از خود 2 فرزند خردسال را یتیم باقی گذاشت. همدیگان ظهورالدین برای انتقال تابوت او به وطن کمک کردند و جنازه باز یک مهاجر بچه در ملک غربت در طلب نام به شهادت رسیده را باید امروز یا پگاه به تاجیکستان بفرستند. ظهورالدین فردوسوف از آن زادگان تاجیکستان است که نسل به نسل مهاجر شدند. او 3 برادر از خود بزرگتر داشت. یکیش یگان 15 سال پیش در همین روسیه کسل شده در وطن جان داد. این بار تابوت ظهورالدین در روسیه جان باخته را از در این خانه می درآورند. همدیگانش میگویند ظهورالدین را سال 2017 از روسیه اخراج کرده بودند و روی او به این کشور تازه 2 سال پیش کشیده شد. ظهورالدین 2 سال آخر هر بهار به روسیه میرفت و تا تیرماه رزق و روزی برای خانواده‌اش جمع کرده به خانه برمیگشت. ولی امسال او خیلی بروقتر بعد همگی 2 ماه مردکاری به وطن به پیش عزیزانش برمیگردد و اما این بار در تابوت و برای همیشه. به گفته همدیگانش در جماعت موغیان که 35,000 اهالی دارد تقریبا یگان کارخانه بزرگ نیست و بنابراین حدود 90% مردان قابل کار این جماعت هر سال در جستجوی رزق و روزی خود را به روسیه میزنند. مهاجرت یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده ها در تاجیکستان باقی میماند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عائله‌هایشان به خارج و اساساً به روسیه میروند. هر سال در روسیه تا 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف میمیرند. یعنی به حساب میانه هر روز تا 3 مهاجر تاجیک در این ملک مسافری ترک این دنیا میکنند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست، صدمه‌ها و بیماری‌های گوناگون از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده میشود. اکثر مهاجران تاجیک که در غریبی میمیرند در عین جوانی جوانمرگ میشوند.